وقتی که به کشور فنلاند فکر میکنیم اولین فکر و تصوری که ازش توی ذهنمون میاد احتمالاً اینه که کشور آروم، بی‌حاشیه، یه گوشه از کره زمین نشسته و داره به کارش میرسه و چندین بار هم توی لیست شادترین کشورهای جهان رتبه اول رو گرفته و به عنوان شادترین کشور کره زمین شناخته شده. ولی شاید باورتون نشه اگه بهتون بگم که همچین کشور بی‌حاشیه و امن و امانی با نرخ جرم و جنایت کم یه پرونده فوق‌العاده دلهره‌آور و وحشتناک توی کارنامه خودش داره که بعد از گذشت چندین سال هم از این پرونده، یعنی چندین دهه از این پرونده، خود اهالی فنلاند مخصوصا اون شهر خیلی راجبش حرف میزدن، تئوری میدادن، این پرونده رو به بچه هاشون و حتی به نوه هاشون هم میگفتن و میگفتن آره توی فلان سال یه همچین پرونده‌ای رخ داده، یه همچین جرم و جنایت وحشیانه‌ای انجام شده و بالاخره امروز ما قراره که این پرونده رو روایت کنیم. سلام، من مهزاد هستم. به 11مین قسمت از روایت یک پرونده جنایی توی چنل مهزاد ترو کرایم خیلی خوش اومدید. داستان این پرونده از شهر کوچیکی به اسم اسپو توی کشور فنلاند شروع میشه. جایی که توی سال 1960 4 تا نوجوان بودن که با همدیگه دوست بودن و با همدیگه اینور اونور میرفتن و با همدیگه سعی میکردن که از دوران نوجوانیشون به خوبی استفاده کنن. حالا اسمشون چیا بوده؟ اسم یکی از دخترها مایلا ایرملی بیوکلند بوده که البته به اسمهای مایلی یا ایرملی هم شناخته می شده، یعنی اسم خودمونی ترش، ولی خب اسم اصلیش مایلا بوده و ما با مایلا میریم جلو و 15 سالش بوده و دختر خیلی سربزیر، آروم، شوخ طبع، توی مدرسه محبوب باشه، درسش خوب باشه و اهل یه خانواده کاملا معمولی و نسبتا سنتی و مذهبی بوده که خب توی اون سال، توی سال 1960 طبیعی بوده و اینکه دختر بی‌حاشیه‌ای بوده، سرش تو کار خودش بوده و به کار کسی هم کاری نداشته و یه دوست پسرم داشته که عضو همون گروه دوستیشون بوده به اسم نیلز ویلهلم گوستافسن که توی سال 1960 تقریبا 18 سالش بوده و اینکه خیلی پسر آرومی بوده، اهل موسیقی، طبیعت، موتور سواری بوده و توی مغازم داشته به صورت فنی شاگردی میکرده. همچنین مایلا یه دوست صمیمی هم داشته به اسم آنیا تولیکی مکی که اونم توی اون سال 15 سالش بوده و هم سن و سال خود مایلا بوده. نسبت به مایلا خجالتی تر و درونگراتر بوده و وقتی که مثلا دور و اطرافیانشون یا دوستاشون توی مدرسه میخواستن شخصیت آنیا رو توصیف کنن میگفتن که توی تصمیم گیریاش و توی کاری که انجام میداد بیشتر مایلا بود که مثلا رهبر اون کارا بودش و آنیا بیشتر یه پیرو مایلا بود و از اون تبعیت میکردش، ولی نه به شیوه منفی و دوستی سالمی داشتن. و همچنین آنیا هم یه دوست پسر داشته به اسم سپو آنترو بویسمن که اونم توی اون زمان 18 سالش بوده و اینکه این دوتا دختر با همدیگه دوست صمیمی بودن و اینکه دوتا پسر هم با همدیگه دوست صمیمی بودن و به صورت کاپلی مثلا با همدیگه میرفتن اینور اونور، کافی شاپی، رستورانی، سینمایی، تئاتری، جایی و با همدیگه وقت میگذروندن و اینکه خب به خاطر اینکه توی منطقه کوچیکی هم داشتن زندگی میکردن طبیعی بوده که همدیگر از دوران بچگی بشناسن و با همدیگه بزرگ شده باشن و هر دو تا پسرها هر دو تاشون به کار فنی علاقه داشتن، موتور سواری میکردن، جفتشون موتورسیکلت داشتن و دخترها و پسرها جفتشون سرشون به کار خودشون بود، با همدیگه حالا به صورت دوتا کاپلی یا اینکه تنهایی با همدیگه میرفتن سر قرار و زندگیشون داشت کاملا معمولی میگذشت. داستان اصلی این پرونده از اونجای شروع میشه که حالا دقیقاً مشخص نیست به پیشنهاد کدوم یکی از این 4 نفر، ولی تصمیم میگیرن به مناسبت شروع شدن تابستون و اینکه خب شروع شدن تابستون رو جشن بگیرن و اینکه برن و با هم دیگه جا وقت بگذرونن، تصمیم میگیرن که همگی با هم 4 نفرشون برن و کنار دریاچه توی اون نزدیکی اون منطقه کمپ بزنن و شبو بمونن. دریاچه‌ای که قرار گذاشته بودن تا برن اونجا دریاچه‌ای بوده به اسم دریاچه بودوم
که حدوداً 20 دقیقه از منطقه‌ای بوده که زندگی می‌کردن و همچنین منطقه‌ای نبوده که کلاً از سکن خالی باشه و این منطقه پرت باشه. دور اطرافش مثلا افرادی میرفتن و اونجا کمپ میزدن، یعنی منطقه شناخته شده برای کمپ زدن و شب رو اونجا گذروندن بوده و همچنین اونجا هم اعضای محلی زندگی میکردن، به شهر راه داشته و اینکه دور اطرافش رو هم روستا گرفته بوده. به خاطر همین منطقه خالی از سکنه‌ای نبوده که چند تا بچه نوجوان نگران این باشن که ممکنه براشون اتفاقی پیش بیاد، گم بشن، کسی اذیتشون کنه، کسی باعث آزارشون بشه و توقع داشتن که یک شب کاملا آروم رو بگذرونن و فردا صبح وقتی که حالا صبحونه خوردن جمع و جور کردن پاشن و برگردن خونهشون. دخترها به پدر مادرشون اطلاع میدن و ازشون اجازه میگیرن و پدر مادرشون هم خب این اجازه رو میدن، ولی سپاه وقتی که میخواست از پدر مادرش اجازه بگیره و بهشون اطلاع بده، پدرش منعش میکنه و میگه که نه، نمیذارم، اجازه نمیدم، شبو بعد داخل خونه بگذرونی. ولی خب مادر سپاه واسطه میشه و به پدرش حرف میزنه با پدر سپاه و اینجوری که اشکال نداره، حالا جوونه یه باره و اشکال نداره اینا، که پدر سپاه رو راضی میکنه مادرش و بچه‌ها وسایلشون جمع میکنن و آنیا و دوست پسرش سپاه و همچنین مایلا و دوست پسرش نیلز سوار ماشین دوتا پسرا میشن و همچنین به خاطر اینکه خب داشتن با موتور سفر میکردن و وسیله های محدودی میتونستن ببرن، وسیله‌ای که با خودشون برده بودن فقط یک چادر بوده که اونقدر بزرگ بوده که بدونن 4 نفری توش بخوابن و همچنین کیسه خواب یا لوازم مناسب برای خواب، غذا و یه سری وسایل ضروری بوده و به خاطر اینکه خب جا نداشتن و باید خیلی جمع و جور سفر میکردن، مخصوصا اینکه سفرشون یه شبه بوده، لازم نبوده که وسایل دفاعی مثل اسلحه‌ای، سلاحی، چاقویی چیزی با خودشون ببرن و کاملا داشتن سبک سفر میکردن. و تاریخ سفر، یعنی روزی که راه افتادن از شهرشون تا به اون دریاچه برسن، روز 4 ژوئن سال 1960 بوده، روز شنبه که آخر هفته هم بوده. بچه‌ها میرن و با فاصله خیلی کمی از دریاچه بودوم اونجا کمپ میکنن و طبق گفته شاهدا بچه‌ها نه با افراد محلی حرف زده بودن و نه با افراد دیگه که اومده بودن اونجا کمپ کنن مثلا وارد هیچ رابطه صحبت کردنی نشدن، سرشون تو کار خودشون بودش و اینکه رفته بودن یه گوشه برای خودشون چادر زده بودن، پسرا چادر رو برپا کردن، دختر رفتن چند تا چوب بیارن برای آتش روشن کردن و اینکه می‌خواستن یه شبو بمونن بیرون از خونه و اینکه بخوان هم اون منطقه قشنگ رو ببینن، هم که شاهد شب سفید باشن. و شب سفید چیه؟ توی کشورهای مثل فنلاند و نروژ و سوئد توی تاریخ‌های بین ماه‌های اردیبهشت تا تیر ماه، بین این 3 تا ماه، یعنی این ماها طول میکشه، به خاطر زاویه خاص تابش خورشید باعث میشه که خورشید تو آسمون نباشه ولی شب نباشه، یعنی شب تیره نشه. اصطلاحاً بهش میگن شب سفید و باعث میشه که تمام شب حتی ساعت 12 شب هم یه حالت گرگ و میشی داشته باشه و آسمون روشن باشه، یعنی که بدون نیاز به چراغ قوه و وسایل روشنایی خاصی میتونی راحت جلو پاتو ببینی و برای دیدن هم مشکل نداشته باشی و این بهترین تایم بودش برای بچه‌ها که برن اونجا که هم آسمون روشنه، یه همچین پدیده قشنگیه، نیازی نیستش که زیاد وسایل سنگینه برای نور با خودشون ببرن و اینکه خطر آنچنانی هم تهدیدشون نمیکنه چون آسمون روشنه. بعد از اینجا رو ما نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چون که نه افراد محلی زیاد دید داشتن بهشون و نه بقیه کسایی که توی کمپ بودن زیاد باهاشون ارتباط داشتن. ولی طبق چیزی که ما میدونیم، مایلا یه دفترچه خاطرات داشته که اونو با خودش برده بوده کمپ و اتفاقاتی که داشته از صبح روز شنبه 4 ژوئن میافتاده رو تا شبش، یعنی تا ساعت 2 شب داشته مینوشته. اینطور توصیف کرده که پسر رفتن ماهیگیری، ما رفتیم غذا خوردیم، اونجا کمپ زدیم، آتیش روشن کردیم و اینکه تا ساعت 12 شب اینا دیگه پسرها خیلی مست کرده بودن، من و آنیا داشتیم با هم دیگه بازی میکردیم، شوخی میکردیم، خنده میکردیم، یعنی کاری که نوجوانای معمولی توی یک کمپ معمولی انجام میدن و اینکه سعی میکنه بهشون خوش بگذره و یه خاطره خوب ازشون به جا بمونه و برای هم دیگه بسازن. و میگه که مایلا و آنیا خیلی خسته شده بودن و گرفتن خوابیدن، ولی مثل اینکه ساعت 2 شب بیدار شدن به خاطر یک سری صد و صدای کوچیک از طرف پسرا و این آخرین جمله‌ای که مایلا توی دفترچه خاطرش نوشته که ساعت 2 شب شده و اونا همگی گرفتن با هم دیگه خوابیدن. ولی اتفاقی که بعد از
این جمله آخر توی دفترچه خاطرات نوشته شده اتفاقی بود که این 4 نفر و والدینشون حتی فکرش هم به ذهنشون خطور نمیکرد که ممکنه اتفاق بیفته و این اتفاق یکی از تلخترین و وحشتناکترین اتفاقات جنایی توی تاریخ فنلاند رو رقم زده. اونم مخصوصا فنلاند که کشوری که توی اون سالها هم یعنی توی دهه 50 و 60 و 70 نرخ جرم و جنایتش خیلی پایین بوده و وقوع همچین جرم سنگین و وحشتناکی تا چندین دهه کشور فنلاند رو تحت تاثیر قرار داده بوده و همه داشتن راجبش صحبت میکردن و دیگه کسی نبود توی اون کشور و کشورهای اطراف که راجب این پرونده که به پرونده دریاچه بودم معروف شده بود رو ندونه. ولی خب داستان این جنایت دقیقاً چیه؟ ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم ممنون میشم که با سابسکرایب، لایک و کامنت از چنل من حمایت بکنید و حتما زنگوله فشار بدید تا به محض آپلود ویدیو جدید ازش باخبر بشید. همه چیز از 11 ظهر روز 5 ژوئن یعنی یک شنبه شروع میشه. موقعی که یک نجار محلی برای قدم زنی اطراف دریاچه رفته بوده و ساعت 11 ظهر با صحنه مواجه میشه که مجبور میشه سریعا پلیس رو خبر کنه. اونم صحنه‌ای بوده که 4 تا نوجوانی که اون شب اونجا کمپ زده بودن سر تا پاشون خونیه، چادر روی زمین پهن شده، خونیه و به نظر میرسیده که هر 4 تای اونا مردن و سریعا زنگ میزنه به پلیس و پلیس تماس میگیره. پلیس میاد به محل و متوجه میشن که از بین این 4 تا نوجوان یکیشون به سختی زنده است و به نظر میرسه که دیگه داره میمیره و داره از دست میره. به خاطر همین سریعا آمبولانس هم به محل اعزام میشه و میان و اون یک نوجوانی که زنده مونده که نیلز گوستافسن بوده رو به خودشون میبرن بیمارستان. حالا صحنه جرم به چه شکلی بوده؟ صحنه جرم به این صورت بوده که طبق آزمایش‌های پلیس و همچنین اونا مثلا نقشه چینی کردن و رد صحنه جرم رو زدن، به نظر میرسه که از بین ساعت 4 تا 6 صبح مرگ این بچه‌ها تشخیص داده شد توسط پزشکی قانونی و طبق نظریه پلیس اونا عقیده داشتن که اولین نفری که بهش حمله شده از بین این 4 تا سپو بوده که به خاطر اینم بوده این فرضیه‌شون، به خاطر اینکه سپو به نظر میرسه که داره چادر میاد بیرون و حالا یا بهش حمله شده بوده سعی داشته مقاومت کنه یا اینکه سر و صدا و حضور فرد خارجی رو شنیده و اومده بوده از چادر بیاد بیرون و جراحتاش به این شکل بوده که با یه جسم سخت احتمالاً سنگ به سر و گردنش ضربه وارد شده بوده و همچنین با یه چاقو هم چندین بار به گردن و قفسه سینه‌اش و قسمت بالایی تنش چندین تا ضربه کاری بهش وارد شده و ضربه ها خیلی محکم و عمیق و احتمالاً هم از روی خشم بوده. و همچنین نفر دوم احتمالاً مایلا بوده که جراحت‌های مایلا از بین این 4 نفر از همشون بدتر بوده. چندین تا ضربه سخت، شکستگی جمجمه، احتمالاً با سنگ به سر و گردن ضربه وارد شده و باعث شده که جمجمش بشکنه و همچنین با چاقو سر تا پاش زخمی بوده و جراحت‌های خیلی سنگینی وارد شده و طبق تشخیص پزشکی قانونی گفته شده بعد از اینکه مایلا مرده و دیگه جون از بدنش رفته، قاتل همچنان به ضربه زدن با چاقو و سنگ به بدنش ادامه داده و همچنین به نظر می رسیدی که قاتل بدن مایلا رو گرفته و از چادر آوردتش بیرون، احتمالاً کشیدتش روی زمین. به خاطر اینکه وقتی که پلیسا رسیدن سر صحنه مایلا شلوار پاش نبوده و قسمت پایینی بدنش لخت بوده ولی اثری از تجاوز و تعرض روی بدنش نبوده و صرفاً قتل اتفاق افتاده و پلیسا اینجوری بودن که یا قاتل لباسش رو در آورده یا اینکه روی زمین کشیدتش از چادر آوردتش بیرون و به خاطر همین توی این جریانات لباسش از بدنش در آورده شده و مثلا قاتل اصلا با منظور جنسی این کار رو انجام نداده. ولی چیزی که مشخصه اینه که مایلا حتما از روی کینه، انتقام و حس شخصی و یک خشمی که متوجه شخص خودش بوده به قتل رسیده، چون که طرف مرده و اینکه قبل از مرگش خیلی ضربه چاقو و سنگ بهش وارد شده و همچنین بعد از مرگش هم دوباره بهش ضربه وارد شده، این مسلماً از روی کینه شخصی بوده.
شخص بعدی آنیا بوده که آنیا توی چادر بوده و خب چادر پخش زمین شده بوده و آنیا توی داخل چادر گیر افتاده بوده و به نظر میرسه که قاتل از روی چادر اصلا وارد چادر نشده، بلکه از روی چادر نسبت به آنیا حمله کرده و اون رو با ضربات چاقو و سنگ توی بالاتنه و سرش کشته و آنیا وقتی که مرده بوده به نظر میرسیده که خواب بوده، چون که نه مثلا زخمای دفاعی داشته نه هیچ چیز دیگه‌ای و به نظر میرسیده که کاملا وقتی که به پهلو خوابیده بوده بهش حمله شده و جون داده و دوست پسرش هم یعنی سپاه هم توی بخش جلویی و در چادر بوده و اما نیلز یعنی تنها بازمانده این پرونده وحشتناک روی چادر افتاده بوده انگاری، ولی خب دقیقا معلوم نیستش. بعضی از گزارش‌ها و بعضی از منابع گفتن که کنار مایلا با یه فاصله چند متری ازش بوده، بعضی هم میگن که روی چادر افتاده بوده. حالا مشخص نیست که کدومش راسته و همچنین نیلز هم جراحتاش خیلی سنگین و ناجور بوده، فکش کاملا شکسته بوده، بهش حمله شده بوده و اینکه جمجمش هم انگار به خاطر آسیب از طریق سنگ خورد شده بوده و توی جمجمش و فکش شکستگی‌های متعددی وجود داشته، در حدی که وقتی که رسوندنش بیمارستان دکتر گفته که اگر چند دقیقه دیرتر میومده نیلز هم احتمالاً میمرده و دیگه مثلا دقیقه‌های آخر زندگیش بوده و به موقع رسوندنش بیمارستان. و همچنین دکترا و پرستاری که اونجا بودن در توصیف اون حال و روز نیلز برمیگردن میگن که سر تا پاش خونی بوده و اینکه از بینی و دهنش داشته خون و همچنین حالتون به هم نخوره مایع مغزی و مایع جمجمش داشته خارج می شده، انقدر ضربه به سر و فکش شدید بوده که باعث شده که همین جوری ازش خون و مایع مغزی بره و اینکه اصلا هوشیار نبوده، در بیهوشی کامل آوردنش و وقتی که آوردنش بیمارستان تا ازش بازجویی کنن، حالا یا به خاطر اینکه توی خواب بهش حمله شده یا به خاطر ضربه به سری که بهش خورده یا به خاطر شوک حادثه، حالا بنا به دلایل مختلفی اصلا یادش نبوده که چه اتفاقی افتاده بوده، یعنی تا چندین روز اصلا یادش نبوده که بهشون حمله شده، توی بیمارستان بستری شده و اینکه حافظش دچار مشکل شده بوده، ولی بعد از چند روز بزه که حافظش هم تقریبا به صورت تقلق برمیگرده. همچنین توی گزارشات پلیس گفته شده که فرد مهاجم اصلا داخل چادر نشده، بلکه چادر رو از بیرون این نگهدارنده هاش رو پارچش و میلش رو خراب کرده، پارچش رو پاره کرده و اینکه اون نگهدارنده هایی که به زمین چپ شدن رو شل کرده تا چادر عین یک قفس عمل کنه و بیفته روی بچه ها و باعث بشه که اونو نتونن تکون بخورن و به خاطر همین چادر با زمین یکی شده بوده عملا و اون صحنه جرم غرق در خون بوده. وقتی که پلیس میاد سر صحنه جرم شروع میکنه به بررسی کردن، ولی اینجاست که من بهتون بگم میتونیم جایزه به درد نخوره ترین پلیس های تاریخ فنلاند رو به این پلیس هایی که توی این صحنه جرم حاضر بودن بدیم که البته به اون صورت تعلیم دیده نبودن برای همچین جرایمی. همونطور که گفتم نرخ جرم و جنایت توی فنلاند خیلی کم بوده و اولین بارشون بوده با یه همچین حمام خونی مواجه شده بودن و اینکه نتونستن اونجوری که باید کارشون رو انجام بدن و صحنه جرم جای شده بوده که افراد نظامی، غیر نظامی، اونجایی که اومده بودن کمپ کنن، افراد محلی همشون اومده بودن اونجا توی صحنه جرم، داشتن راه میرفتن، اینور میرفتن اونور میرفتن، وسایل جابجا میکردن، بهشون دست میزدن و باعث شدن که شواهد خیلی زیادی از بین بره. مثلا فکر کنین این همه آدم اومدن رفتن بعد از چند ساعت پلیس تازه شروع کرده به نمونه برداری، عکس برداری. خب به چه دردی میخوره آخه؟ و پلیس شروع میکنن به گشتن و چند تا وسایل بچه‌ها بوده که مفقود شده بوده. کفش‌های نیلز نبوده، یعنی نه تو پاش بوده، نه تو چادر بوده، نه دور اطراف چادر بوده و نتونستن کفش نیلز رو توی اون روز اول یعنی 5 ژوئن روز یکشنبه پیدا بکنن و همچنین سوئیچ موتورها نبوده، یعنی موتورها که انقدر گرون قیمت بودن سر جاش بودن ولی سوئیچشون نه توی کمپ نه همراه خودشون و نه توی چادر هیچ جا سوئیچشون رو نتونستن پیدا کنن و همچنین همونطور که انتظار داشتیم هم هیچ آلت قتاله‌ای اونجا نبوده، یعنی اینکه مهاجم آلت قتاله رو با خودش برده، احتمالاً اینجا سربی نیستش کرده، قامیمش کرده یا اینکه حالا هر کاری که کرده.
و اینکه وسایل دیگه مثل کیف پول و یا وسایل قیمتی دیگه هم سر جاش بوده و دزدیده نشده بوده و این نشون دهنده اینه که انگیزه و هدف قاتل این بوده که بیادش و این 4 نفر رو بکشه، حالا به هر دلیلی که بوده و قصدش دزدی کردن نبوده. و پلیس که میبینه با گشتن توی محدوده و اینکه تعدادشون کمه و نمیتونن جاهای زیادی رو بگردن، فرداش یعنی 6 ژوئن سربازها رو خبر میکنه که بیاید و به ما کمک کنی، که این هم در نوع خودش یک شاهکاره، چون که هرچی آدمای بیشتری به اون محل رفت و آمد داشته باشن، مخصوصا آدمهای تعلیم ندیده در زمینه رفتار کردن با محل جرم و صحنه جرم بدتر میشه. هیچ شواهدی نمیتونن پیدا کنن که همینجوریش توی اون سالها هم با کمبود مثلا تجهیزات روبرو بودن. اینم که دیگه نور علی نور شد واقعا. و سربازا میان شروع میکنن به جستجو کردن و موفق میشن که کفش‌های نیلز که گم شده بود رو پیدا کنن، حدوداً 450 الی 500 متر دورتر از محلی که این جنایت اتفاق افتاده بوده. و همچنین نکته قابل توجه این که روی کفش‌های نیلز خون بوده و پلیسا اینجوری بودن که اوکی، کفش‌های نیلز سر جاش نبوده، دورتر از محل حادثه بوده، ولی چرا روش خونه؟ و خب متأسفانه نتونستن دلیلی براش پیدا کنن. یک تئوری به ذهنشون رسید، اونم این بوده که شاید قاتل این کارو کرده به خاطر اینکه هم کفش رو دزدیده، اونم کفش یکی از بچه‌ها رو، و همین که سوئیچ موتورها رو دزدیده به خاطر اینکه نذاره بچه‌ها موقع این جرم یا بعد از اینکه اونجا ترک میکنه هوشیار بشن و سعی کنن که فرار کنن و بتونن لش بدن. این یکی از تئوریاییه که حالا توسط افراد محلی و خود افرادی که اصلا این پرونده رو میخوندن مطرح شده، ولی خب تایید و تکذیب نشد. و پلیس شروع میکنه به اینکه بره از افراد محلی، اونایی که توی اون ساعت اینجا بودن، توی محل جرم دید داشتن و اینو سوال میپرسه و اینکه خب از افراد محلی کسی متوجه چیز عجیبی نشده بوده، ولی چند تا شاهد داشتن. یه چند تا یعنی یک گروه از یه سری پسرها که توی ساعت 6 صبح توی اون محل بودن با فاصله چند متری که فاصلهشون نسبتا زیاد بوده، دیده بودن که ساعت 6 صبح یک مرد قد بلند، حالا مشخص نیست که مرد سن و سالداری بوده، مرد جوونی بوده یا چی، صرفا یک فرد مذکری رو دیدن که ساعت 6 صبح داشته از طرف محل کمپ به سمت مخالفش داشته میرفته و اینکه انگار یه ذره هم خونی بوده بدنش، ولی خب از اون فاصله دور نتونستن چیزی از چهرش متوجه بشن و اینکه بتونن مثلا چهرش رو توصیف بکنن و پلیس بتونه دستگیرشون کنه. و اونا صرفا جهت رصد کردن پرنده ها اومده بودن و یک سری پرنده نگر بودن، یعنی می اومدن توی جنگل یه سری پرنده های کمیاب و نایاب رو مثلا اون وقت ببینن و اون رو ثبت کنن و کار تحقیقاتی انجام بدن. و به خاطر همینم که یه فرد رندوم دیده بودن، مثلا زیاد خودشون رو درگیرش نکردن، صرفا گفتن یک فرد مذکر قد بلند با موهای بلوند که موهاش تقریبا هم بلند بود، یعنی کوتاه نبوده. و چند مدت میگذره و آسیب‌ها و شکستگی‌های نیلوز هم نسبتا خوب میشه و پلیسا میرن ازش میپرسن که خب کی بهتون حمله کرد؟ به عنوان تنها بازمانده‌ای که بوده تو چی دیدی؟ چیزی دیدی اصلا تونستی و میتونی توصیفش کنی؟ و اولش نیلز برمیگرده میگه که نه، من قیافه یارو رو ندیدم، اگر هم دیدم یادم نمیاد، تنها چیزی که توی حافظه چندان ناقصم داره میگذره اینه که یک مردی بوده سر تا پا سیاه پوشیده بوده و اینکه چشمش توی تاریکی اون شب، حالا تقریبا هم شب نبوده، داشته به قرمزی برق میزده و چشمهای قرمز براقی داشته. این تنها چیزی که توی خاطرمه و چیز دیگه ندارم که بهتون بگم. و پلیس اینجوری بودن که خب چشمهای قرمز براق چیزی نیست که هر روز توی هر پرونده پیش بیادش، و اینجوری بودن که خب یا حافظه نیلز زیاد قابل اعتماد نیست، یه نوری بوده که مثلا توی چشم‌های قاتل توی اون لحظه برق زده و نیلز اونو دیده، یا اینکه این توصیفاتی که داره میده صرفا به خاطر شوک حادثه بوده و اصلا نمیشه بر اساس این گفته بهش اعتماد کردش. و چند مدت میگذره و پلیس همچنان داشته خب میرفته توی اون محل و توی محل حادثه از افراد مختلف بازجویی میکرده و چیز دندونگیری هم گیرش نمیومده حقیقتا، حالا بنا به دلایلی که در ادامه پرونده میگیم. و توی این مدت به نظر میرسه که نیلز حالش بهتر شد، چون که موفق شد یک عکس از یک مرد رو برای پلیسا و چهره نگارا توصیف کنه و اونا تونستن چهرهش رو بکشن که عکسش اینجاست.
و این چهره مرد رو توی روزنامه ها هم پخش کردن، مخصوصا توی سراسر اون شهر و اون منطقه، و داشتن دنبال همچین مردی با همچین مشخصاتی میگشتن، مرد قد بلند با این قیافه و موهای بلند. ولی خب چیزی دستشون رو نگرفتش و اینکه تا چندین هفته و چندین ماه این گشتن ادامه داشتش و دیگه روزنامه‌ها شروع کرده بودن به اینکه پلیس رو سرزنش کنن، مقصرشون بدونن، بگن که ارزه ندارید یه مرد رو گیر بندازید. بین اون همه آدمی که اونجاست خب یک نفر حداقل با این مشخصات میخونه و داشتن محکومشون میکردن و چند مدت طولانی میگذره و این پرونده دیگه عملا داشته اون تب و تاب اولیه‌اش رو از دست میداده و نیلز حالش بهتر شده بوده، رفته بوده خونه، مرخص شده بوده و سعی کرد که یک زندگی به دور از رسانه ها و اجتماع رو داشته باشه، یعنی نه فقط منزویا، از رسانه ها سعی کرد که دوری کنه و دیگه خودش رو زیاد درگیر این پرونده نکنه و پلیس هم همچنان داشت به گشتنش ادامه میداد ولی خب چیزی از کسی پیدا نمیکرد. و پلیسا اون موقع اون اوایل به حدی رسیده بودن، یعنی در حدی بی‌مظنون بودن که به بیمارستان‌ها و همچنین توی روزنامه‌ها این ور و اون ور هشدار دادن که اگر احیانا یک مردی با فلان مشخصات یا بدون این مشخصات صرفاً مثلا عجیب غریب بود، با سرتاپای خونی توی اون فاصله اون یکی دو روز اومده بود، حتما به ما گزارش رو بدید، که اتفاقا یه گزارش هم دریافت کردن که حالا در ادامه پرونده بهش میگیم. بالاخره بعد از چندین ماه پلیس موفق شد که یک مظنون احتمالی پیدا کنه که اسم این مظنون احتمالی هم کارل واندرمار یولستورم بوده. تقصیر من نیست، اسم این پرونده واقعا خیلی سخته. کارل واندرمار یولستورم. و این آقای کارل توی اون محدوده کمپی یه کیوسک کوچیک داشته و حالا مشخص نیست اونو اجاره میداده و یه جای دیگه زندگی میکرده همراه با همسرش، یا اینکه تو همون کیوسک زندگی میکردن. هرچی که بوده اون کیوسکو داشته و توی اون محل به اسم مرد کیوسکی شناخته میشده. و اینکه آقای کارل بین در و همسایه شهرت چندان جالب و خوبی نداشته. چرا؟ چون که توی اون سالهای گذشته قبل از این حادثه طبق گفته مردم محلی کارل آدم بی‌عصابی بوده، پرخاشگر بوده، خشونت به خرج میداده، کسی نزدیک خونش میشده مثلا از کسایی که مسافر بودن و میومدن اونجا کمپ بزنن و میومدن اونجا مثلا بهشون حمله میکرده، یا کسایی که رفته بودن کمپ میزدن و مثلا یه ذره حالا سر و صداشون توی کمپ زیاد بوده به سمتشون حمله میکرده، بهشون سنگ پرت میکرده، وقتی که خواب بودن اذیتشون میکرده، مزاحمشون میشده و اصلا آدم دوست داشتنی نبوده. در حدی بوده که افراد محلی به این فرد از موقعی که این اتفاق افتاده بود مشکوک بودن از اول این پرونده، ولی جرأتشون نداشتن که بیان به پلیس بگن که ما یه همچین مردی با همچین مشخصاتی میشناسیم، طرف مظنونه، احتمالاً بتونید دستگیرش کنید و احتمالاً قاتلتون اونه. ولی خب جرأتشون نداشتن و چندین ماه پلیسا با همین شکل داشتن دور خودشون میگشتن تا اینکه بالاخره بعد از چند ماه حالا بنا به دلایلی این مظنون رو پیدا کردن و مردم اومدن و بر علیهش حرف زدن و گفتن که آره احتمالا خودش باشه و اومدن یک بک‌گراندی و سرگذشتی راجع به این آقای کارل ارائه دادن و پلیس شروع کرد به گشتن خونش ولی هیچ پیدا نکرد. و همچنین آقای کارل یه همسر هم داشته و وقتی که مثلا از کارل میپرسن که بهونت عذر موجهی داری، شاهدی داری که بگه توی اون زمان تو کجا بودی، میگه که آره دارم، همسرمه. و همسرش برمیگرده میگه که شب حادثه و صبح روز حادثه تمام مدت این اتفاق کارل پیش من توی خونه بوده، اصلا منو ترک نکرده، صبح با هم دیگه مثلا خوابیده بودیم، از خواب بیدار شدیم و اینا، و کارل مظنون شما نیستش و قاتل شما نیستش و اینجوری میشه که حتی نمیتونن به دادگاه بکشوننش و هیچ چیزی دست و بالشون نمیگیره چون نه چیزی پیدا کرده بودن و همچنین یه شهادت هم داشته و یک شاهد هم داشته، هرچند که خب اون شاهد بهش نزدیک بوده و احتمالاً از روی احساسات تصمیم گرفته بوده تا این حرفو بزنه، ولی خب شاهد دیگه چیکارش کنیم. ولی خب پلیس از یه طرف هم یه سری گزارش‌های عجیبی راجع به کارل دریافت کرده بود. بعضی از مردم وقتی که دیدن که خب کارل لو رفته اومده بودن گفته بودن که از وقتی که این حادثه اعلام شد که اتفاق افتاده رفتار کارل از همیشه عجیب غریب تر بوده، یعنی قبلش عجیب غریب بوده، از اون روز به بعد بدتر شده. و همچنین بعضی گفتن که دیدن صبح روز حادثه کارل داره برمیگرده از منطقه کمپ
از اونجایی که اون بچه‌ها کم کرده بودن داره برمیگرده و به سمت مخالفش داره حرکت میکنه توی اون ساعت. و همچنین بعضی گفتن وقتی که کارل صبح اون روز دیدن، کار سر تا پا خیس بوده، انگار مثلا رفته توی آب دریاچه مثلا خودش رو شسته باشه تا رد خون رو پاک بکنه. ولی خب برخلاف همه این حرفا در حد یه سری شایعات محلی بودن و خود کارل و همسرش شدیداً این ادعاها رو رد کردن و اینکه کارل هم تا دقیقه آخر داشت انکار میکرد. ولی بعد از اینکه پلیس خب تهمتش مثلا تموم شد و اومد از ایستگاه پلیس خونه و آزاد شد، مثلا توی طول این مدت چند سال تا قبل از مرگش میرفته توی باری جایی مسکه میکرده، ناجور هم مست میکرده، میشسته میگفته آره من این بچه ها رو کشتم، من این قتل رو انجام دادم، من قاتلم. و مردم اینجوری بودن که خب یه طرف داری شدیداً سعی کردی که از دست پلیس خلاص بشی و از طرفی اومدی مست کردی و داری راجع به این موضوع حرف میزنی و مردم خیلی گیج بودن. ولی خب نمیتونسته پلیس از روی حرفایی که صرفاً توی مستی زده شده اونو بکشونتش دوباره ایستگاه پلیس و ازش بازجویی بکنه. و وقتی که کارل هوشیار بوده شدیداً این حرفایی که میزده رو رد میکرده. ولی خب این جزئیات عجیب غریب راجع به این متهم همینجا تموم نمیشه و 9 سال بعد توی سال 1969 کارل توی دریاچه غرق میشه و میمیره، توی همون دریاچه غرق میشه. و اینکه پلیس این مرگ رو خودکشی در نظر میگیره و نه یک قتل یا هر چیز دیگه‌ای و انگار که از عمد این کارو کرده بوده. و نکته‌های عجیب یکی یکی بعد از مرگ کارل رو میشن. اول اینکه طبق گفته منابع دقیقاً معلوم نیست که چطوری، ولی انگار کارل یا یک نوشته‌ای از خودش بعد مرگش به جا گذاشته بوده یا اینکه به یک نفر به صورت شفاهی این حرفو زده بوده که من قاتلم، من واقعا این جرم رو انجام دادم. و همچنین به خاطر قتل این بچه‌ها و آسیب زدن به اون یکی نوجوان هم واقعا احساس گناه میکنم. خب میرفتی پیش پلیس و اعتراف میکردی و میفتی زندان به جای اینکه خودتو بکشی. و همچنین همسر کارل هم بعد از مرگش پا میشه میره پیش پلیس و میگه هرچی که من راجع به بیگناهی کارل شهادت داده بودم دروغ بود، منو تهدید کرده بود و گفتش که اگر یک حرف هم بزنی، یک کلمه حرف هم راجع به این که من صبح روز این حادثه من خونه نبودم و بیرون بودم به کسی بزنی میکشمت. و همچنین چند نفر از مردم هم به صورت معجزه‌واری انگار حافظشون باز بشه و به پلیس گفتن که چند روز بعد از این حادثه دیدن که کارل توی چاهی جایی دقیق معلوم نیست انگار داشته یه سری وسایل رو قایم میکرده و پنهان میکرده و سعی داشته از شرشون خلاص بشه. حالا مشخص نیست آلت قتاله بوده که هیچ وقت پیدا نشده یا اینکه لباسای خونیش بوده که سعی داشته اونا رو پنهان کنه و سعی کنه که مدارک جرم رو از بین ببره. و توی این جریان پرونده توی اون سالها، مخصوصا توی اون دهه‌ها، کارل متهم ردیف اول بود و اینکه متاسفانه هم به خاطر مرگش و هم به خاطر عدم داشتن شواهد کافی هیچ وقت نتونستن اونو متهمش کنن و گیرش بندازن، حالا چه اون کار رو انجام داده چه اون کار رو انجام نداده. و همچنین پلیسا بعد از مرگش مثل که رفتن دوباره خونه و ایناشو گشتن ولی نتونستن بازن چیزی پیدا بکنن. ولی اگر فکر کردید که مظنونین این پرونده همینجا تموم میشن، باید بگم که سخت در اشتباهید، چون ما یک مظنون بالقوه دیگه هم داریم توی صف انتظار و مظنون شماره 2 مونه، مردی به اسم هانس آسمن. و اگر بخوام در مورد گذشته هانس یه ذره اطلاعات داشته باشیم، چون چیز زیادی ازش نیست، اینه که اون فرد متولد آلمان بوده ولی تابعیت فنلاند داشته و انگار چند سالی بوده که داشته توی فنلاند زندگی میکرده و اینکه توی فاصله چند صد متری از محل حادثه بوده داشته زندگی میکرده، یعنی توی همون محدود خونش بوده. و طبق گفته مردم و شایعه‌ها راجع به هانس، مردم میگفتن که اون یک جاسوس توی جنگ سرد فعالیت داشته، یه جاسوس اجیر شده بوده، برای دولت حالا کشوری دیگه داشته کار میکرده، عضو کاگبه بوده و همچنین خیلی اطلاعات عجیب غریبی راجعش وجود داشته و مردم اینجوری بودن که دلت نمیخواد با هانس آسمن اصلا در بیافتی و خودشون هم این رویه رو پیش گرفته بودن و اصلا باهاش سر به سر نمیذاشتن و باهاش حتی همکلام هم نمیشدن و ازش دوری میکردن به خاطر اینکه در نظرشون فرد خیلی خطرناکی میومده. و یه ذره قبل‌تر یادتونه بهتون گفته بودم که پلیس گزارش داده بود که هشدار داده بود اگه فردی با فلان مشخصات و سر و صورت خونی یهو ظاهر شدش به ما گزارش رو بدین. این همون شخصه که 6 ژوئن یعنی فردای روز حادثه
یعنی صبح دوشنبه رفته بوده یک بیمارستانی توی شهر هلسینکی و اونجا به بیمارستان مراجعه کرده بوده و سر تا پاش خونی بوده و واقعا وضعیت وحشتناکی داشته، ولی خب زخماش آنچنان زیاد هم نبوده که بتونن وجود اون همه خون و رد قرمز رنگ روی لباسش و سر و صورتش رو توجیه کنن. کارکنان بیمارستان مثل دکترها پرستارا میگن که سر تا پای لباسش قرمز رنگ بوده که بعد از اینکه نگاه کردن و یه ذره دقت کردن فهمیدن که خون بوده و همچنین زیر ناخوناش خاکی و کثیف بوده و همچنین در حدی پیش رفته که وقتی دیده مثلا دارن ملت مشکوک نگاش میکنن در حدی پیش رفته که خودشو به قش کردن بندازه و بگه که وای حالم بد شده، اصلا خودشو به قش و ضعف بندازه و رفتار خیلی عجیب غریبی داشته. و وقتی که به عکساش نگاه میکنید باید بگم که وقتی که عکس هانس رو میذارید کنار این عکسی که نیلز توصیفش کرده بوده کاملا به هم دیگه شباهت دارن، خیلی شبیه همن و همچنین خب توی اون محله که زندگی میکرده درسته که کسی نمیخواسته بهش نزدیک بشه ولی همه زیر نظرش داشتن و چند نفرم گفته بودن به محض اینکه توی روزنامه ها راجع به اون چند تا پسری که اومده بودن پرنده ها رو ببینن و گفتن فرد قد بلند با موهای بلونده مثلا این اندازه‌ای و یه ذره بلند بوده و وقتی که این خبر توی روزنامه ها چاپ میشه این اطلاعات، هانس میره و موهاش رو کاملا کوتاه میکنه. و همچنین یه دکتری هم توی بیمارستان بوده که هانس رو توی اون موقعی که مراجعه کرده بوده توی بیمارستان دیده بوده، میگفته که به قیافش، به سر و صورتش، به رفتارش و به همه چیزش سر تا پاش میخورد که و من در اون لحظه میدونستم که این مرد حتما مرتکب اون قتل اون افراد نوجوان توی کمپ شده بوده و همچنین چند تا قتل دیگه هم که توی فنلاند اتفاق افتاده بودن و پلیس نتونسته بوده حلشون بکنه هم این مرد انجام داده و کاملا قیافش و اون حس و حالی که میداده و وایبش کاملا وایب یک قاتل سریالی رو میداده، ولی اینجوری بوده که میدونستم توی خلافی کردی ولی نمیتونم ثابتش کنم، حالا چون هیچی در دستم نیستش و پلیسا سعی میکنن که دستگیرش کنن و ببرنش بازجویی ولی نمیتونن و نمیکنن بنا به دلایلی. حالا به خاطر اینکه مثلا بعد از مدتی بعد از اینکه این تب و تاب پرونده افتاد، مثل اینکه گفته شده از مقامات بالا و ارتباطاتی که هانس آسمن داشته باعث شده بوده که پلیسا نتونن دستگیرش کنن و اینکه مثلا داشتن سعی میکردن هواشو داشته باشن نذارن دستگیر بشه، لاپوشونی کنن گندکاری که حالا انجام داره به احتمال خیلی زیاد و اینکه سر تا پات مشکوکه ولی خب نگران نباش ما هواتو داریم نمیذاریم گیر بیفتی و گیر پلیسا بیفتی و احتمالاً اگر پلیس دستگیرش میکرد خیلی احتمالی زیاده که بتونن بندازنش زندان، ولی خب به خاطر اون ارتباطاتی که با مقامات بالا داشته نتونستن دستگیرش کنن و آخر سر هم توی سوئد، یعنی از فنلاند رفتش سوئد و اونجا موندگار شده بود و ایشون هم اواخر دهه 1990 توی کشور سوئد از دنیا رفته و پلیسا نتونستن ایشون رو هم به این پرونده بند کنن و اطلاعات دیگه راجبش به دست بیارن. ولی طبق گفته شاهدینی که اون لحظه مرگ هانس کنارش حضور داشتن، مثل اینکه هانس به یکی از قتل‌هایی که توی فنلاند اتفاق افتاده بوده و پلیسا نتونسته بودن حلش کنن اعتراف کرده توی بستر مرگش و این دوتا مظنون یعنی کارل و هانس توی چشم عموم و توی جریان این پرونده به چشم مردم محتمل ترین افرادی بودن که این قتل رو انجام داده باشن، این قتل ها رو. ولی ما یک مظنون دیگه هم داریم که زیاد شناخته شده نیستش به خاطر اینکه فرد بی‌حاشیه‌ای بود، خودش برای خودش عملاً حاشیه درست کردش. یک فردی بوده به اسم پنتی سوینین و ایشون چند سال بعد از این قتل و حادثه میفته زندان به خاطر دردسری که درست کرده بوده و اونجا توی سلول نشسته بوده و به همسلولیش برگشته گفته راستی میدونستی من قاتل اصلی اون پرونده همین دریاچه بودم و من اون 3 نوجوان رو کشتم و اون یکی هم زدم جمجمش رو ترکوندم و همسلولیش این موضوع رو اینجوری بوده که رفته به حالا نگهبان و اینا اطلاع داده و پلیس ها بعد از یه مدت اومدن کشوندنش اتاق بازجویی و شروع کردن ازش بازجویی کردن. ولی یه مشکل این وسط بوده، اونم این که این آقای پنتی در زمان حادثه 14 سالش بوده و پلیسای زن نگاه به سر تا پاش می‌کردن و اینجوری بودن که خب 4 فردی که ازش بزرگترن و 2 پسر که خب سپو هم اهل ورزش بوده و فرد نسبتا قوی و هیکلی بوده و اینکه یک فرد 14 ساله با مثلا اون جثه ریزش چجوری تونسته از پس اینا بر بیاد،
هر چقدر هم که سورپرایزی بوده این حمله و اینجوری بودن که نه تو اصلا به مشخصات فرد ما نمیخوری و اطلاعات دیگه هم نتونستن ازش به دست بیارن و برگردوننش زندان و گفتن که بیا برو این کارو به تو نیومده. ولی تئوری و احتمالی که من خودم راجع به این فرد دارم که چرا باید بیاد همچین قتلی رو گردن بگیره و توی فضای مجازی و این ور اون ورم دیدم که خیلی هم این تئوری رو خودشون داده بودن، این بوده که خب توی زندان وقتی که همچین فرد کم سن و سالی میفته زندان و پشتیبانی کسی هم نداره و یه ذره خب مثلا اگه از لحاظ فیزیکی، روحی، روانی اینا ضعیف به نظر برسه، شروع میکنن براش قلدری کردن اون افراد کله گنده توی زندان، احتمال اومده نشسته راجع به خودش لاف بزنه که من لاتم نزدیک من نشید و احتمالاً به خاطر همین بوده خودشو کله گنده جلوه بده، نذاره کسی نزدیکش بشه و خودشو همچین یه ذره خفن و باحال تو چشم بقیه جلوه بده و اینکه حالا از خودش دفاع بکنه یا هر چیز دیگه ای. خلاص اومده برای همسایه‌اش لاف زده که پای پلیس رو کشیده شده وسط و خب دیگه مزنون دیگه ای هم نداریم و ایشون هم توی سال 1969 یعنی همون سالی که متهم اصلی این پرونده فوت شد، ایشون هم از دنیا رفتش. و نکته جالبش اینه که ایشون هم دقیقاً مثل متهم اول این پرونده همجوری یهویی عشقی به نتیجه میرسه که زندگی دیگر زیبا نیست و بای بای. و واقعا خیلی جالب بود هر دو تا متهم این پرونده توی یک سال به یک دلیل اینکه خودشون جون خودشون رو کات کنن و از بین ببرنش از دنیا رفتن. و خب دیگه از این سالها به بعد مخصوصا بعد اون 3 تا مظنونی که ما داشتیم دیگه هیچ مظنون دیگه‌ای نداریم و این پرونده تا سال 2004 همینجوری باز باقی میمونه و تبدیل به یک پرونده شده بود که دیگه کسی پیگیرش نبوده و پرونده از اینکه از یاد رفته، با اینکه هنوز مردم توی اون سالها داشتن راجبش حرف میزدن و خب یکی از خشن‌ترین پرونده‌های توی تاریخ کشور فنلانده، ولی خب پلیس هیچی نتونست پیدا کنه دیگه و امان خدا ولش کرد. تا اینکه توی سال 2004 پلیس میاد و به عموم مردم میگه که آقا بیایید جمع شید که ما قاتل رو یافتیم، پیداش کردیم و مردم خیلی شاد و خوشحال اینجورن که خب کیه این قاتل؟ بالاخره بعد از چندین سال، چندین دهه این پرونده قراره که بالاخره حل بشه. قاتل کیه؟ و پلیس فنلاند توی روزنامه‌ها و توی اعلامیه‌هاش میگه که قاتل کسی نیست به جز نیلز گوستافسن، کسی که به مدت 44 سال ما گمان میکردیم که تنها بازمانده یک همچین پرونده، یک بازمانده بیچاره و گناهی که شانس بهش رو کرده و تونسته زنده بمونه، ما بهش مظنونیم و ایشون قاتل از آب در اومده. مردم اول اینجوری بودن که جداً واقعا دارید میگید یا دارید شوخی میکنید؟ و پلیس اینجوری بوده که نه، یه لحظه نگاه کنید، ما دلیل داریم. به خاطر اینکه توی اون سالها یعنی از قرن 21 به این ور تجهیزات پزشکی و علم پزشکی خیلی پیشرفت کرد و اونا موفق شده بودن که به علم دی ان ای دست پیدا بکنن و از طریق آزمایش دی ان ای میرفتن سراغ پرونده هایی که هنوز حل نشده باقی مونده بودن، یعنی مدرک راجبش دارن ولی تجهیزاتش رو نداشتن که بخوان آزمایش کنن و اینکه بتونن قاتل رو پیدا کنن و رفته بودن بعد از اینکه تجهیزات دی ان ای به دست آورده بودن رفته بودن سراغ شواهدی که از طریق این پرونده دریاچه بودن به دست آورده بودن و اول از همه کفش‌های نیلز رو آزمایش کرده بودن چون کفشاش خونی بوده ولی نمی‌دونستن خب این خون که هست خون چیه، خون کیه و اینا. و وقتی که آزمایش دی ان ای انجام دادن متوجه شدن که روی کفش‌های نیلز خون 3 تا مقتول این پرونده است، یعنی خون مایلا، آنیا و سپو. و نکته جالب این موضوع هم برای پلیس ها و هم برای من به شخصه این بوده که خون 3 تا آدمی که اونجا بودن روی کفش ها بوده ولی خون خود صاحب کفش یعنی نیلز روی کفش ها نبوده و پلیس اینجوری بودن که این مشکوکه و رفتن و نیلز رو دستگیر کردن، یعنی یک پروفایل کامل چیدن از ادعاها، شهادتها، مدارک دی ان ای و غیره و غیره و رفتن و نیلز رو دستگیر کردن که نیلز الان یک مرد بازنشسته 62 ساله است که از کار رانندگی اتوبوس بازنشسته شده بوده و توی این مدت رو تماما داشته به دور از رسانه ها و این دنیای مثلا روزنامه ها و مجلات و خبرها زندگی معمولی داشته و میرن خونش و دستگیرش میکنن، میبرش ایستگاه پلیس و بعدش هم به خاطر مدارکی که دستشون رو گرفته بوده میکشوننش دادگاه. حالا داستانی که دادستانی گفته چی بوده؟ یعنی داستان اون شب حادثه رو که تعریف کرد، یعنی صبح روز حادثه چی بوده؟
طبق گفته و داستان و طرحی که دادستانی ریخته بوده و داشته به قاضی توضیح میداده این بوده که طبق گفته یکی از شاهدین که اونجا خودش هم اون خانم کمپ زده بوده، این 4 تا بچه، این 4 تا نوجوان، مخصوصا سپو و نیلز، حالا مشخص نیست با دخترا میرن یا بدون دخترا، این 2 تا پسر توی چادر اون خانم بودن و جفتشون یه ذره مست بودن و اینکه رفتار نیلز و سپو خیلی متشنج بوده، مخصوصا نیلز که هی پرخاش میکرده، عصبانی بوده، انگار یه چیزی ذهنشو مشغول کرده بوده و هی داشته میپریده به سپو و این اطلاعات این خانومو یه ذره مثلا توجهشو جلب کرده بود و دادستانی میگه که بعد از این شب نشینی توی چادر اون خانوم، این 2 تا پسر برمیگردن و شروع میکنن با همدیگه دعوا کردن. به چه دلیل؟ دلایل مختلفی میتونه داشته باشه ولی نظر دادستانی روی این بوده که احتمالاً یا نیلز داشته به سپو سر دوست دختر سپو یعنی آنیا حسادت میکرده و یا اینکه سپو فهمیده بوده که نیلز به دوست دخترش چشم داره و اینا مثلا یواشکی با هم دیگه رابطه داشتن که البته منابع اینو تایید نکردن، هیچ منابعی، صرفا تئوری دادستانیه و میگه که احتمالاً سپو فهمیده راجع به این موضوع، از دست نیلز عصبانی شده، با هم دیگه درگیر شدن، این بگو اون بگو این بگو اون بگو و اینجوری بوده که سپو یک مشت میخوابونه توی صورت نیلز و فک نیلز اونجا میشکنه و آسیب میبینه و اینجا بوده که خب ترکیب یک پسر نوجوان کله خراب مست عصبانی که داره درد هم میکشه، ترکیبش این میشه که اون کاملا عقلش از دست میده و دیوونه میشه و اول از همه شروع میکنه به حمله کردن به مایلا و اون موقع اینقدر عصبانی بوده که حمله میکنه به دوست دختر خودش. حالا معلوم نیست چرا دادستانی همچین فکری میکنه، برخلاف این که پلیس ها توی گزارش گفته بودن که احتمالاً اولین کسی که بهش حمله شده خود شخص سپو بوده و دادستانی میگه که نیلز شروع میکنه حمله کردن به مایلا، به دوست دختر خودش، اونو میزنه و بعدش هم که خشمش خالی شد و به خاطر همینه که اینقدر جراحت های مایلا شدیدتر بوده، به خاطر اینکه اول اصلا بهش حمله شده و توسط کسی که نسبت بهش کینه داشته حمله شده. من نمیدونم چرا دوست پسر آدم و نسبت به آدم انقدر کینه داشته باشه تا به این وضع بکشونه اون شخص رو، ولی خب این ایده دادستانی بوده و میگه که وقتی که نیلز کار قتلش تموم میشه میره سراغ 2 تا شاهدی که این صحنه رو از نزدیک دیدن، یعنی سپو و آنیا، که البته آنیا احتمالاً توی چادر خواب بوده و مثلا مایله به خاطر دعوای پسر رو بیدار شده ولی آنیا داخل چادر همچنان خواب بوده. هر چی که بوده نیلز این 2 تا رو هم کشته، یعنی هم آنیا و هم سپو رو و وقتی که کشتتشون اینجوری بوده که خب اوکی من الان 3 نفر رو کشتم و چیکار کنم که از این قتل بتونم در برم و شروع میکنه به رفتن یه مسافتی رو خارج از کمپ و دور از اون محدوده و اونجا کفشاش رو همجوری رها میکنه و این توضیح میده که چرا رد خون اون 3 نفر روی کفشهاش بوده ولی رد خون خودش نبوده و همچنین این تئوری که اون ساعت، یعنی ساعتهای تقریبا 6 صبح داشته راه میرفته به یک سمت خلاف جهت کمپ رو هم توضیح میده که چرا اون گروه از پسرای جوان یک مرد قد بلند موبلوندی رو دیده بودن، چون که از دور دیده بودن نتونستن کاملا تشخیص بدن که اون فرد چه قیافه‌ای داشته یا توی چه شرایطی بوده، صرفا همچین فردی توی اون ساعت توی اون محدوده دیدن و همچنین کفشش اونجا ول کرده چون که مدرک بودن، خون 3 نفر آدم روش بوده و اونا رو ول میکنه و برمیگرده سمت کمپ، یه ذره فضا رو به هم میریزه، چادر رو میخوابونه روی زمین، یه ذره مثلا خودش هم زخم‌وزیری میکنه و شروع میکنه با سنگ یا میله چادر یا هر جسم سخت دیگه که اون نزدیکی بوده میزنه توی سر و صورت خودش و شدت این جراحت جدا از این شکستگی فکش انقدر زیاد بوده که نیلز رو حتی به بیهوشی میکشونه. البته دادستانی مثلا مطمئن نبوده که نیلز بیهوش شده یا خودش رو صرفا زده به بیهوشی، ولی با توجه به گفته های پزشک که نیلز اگه چند دقیقه دیرتر اومده بود اینجا مرده بود و سر و صورتش کاملا خورد شده بوده، آدم وقتی که میخواد به خودش صدمه بزنه یه غریزه داخلش هست که اجازه نمیده 100% به خودش صدمه بزنه و اینکه نیلز حالا به خاطر مستی، عصبانیت، جنون لحظه یا هر دلیل دیگه‌ای توی اون لحظه به حدی رسیده که اینجوری بزنه خودش رو بترکونه، زیاد با عقل جور در نمیاد. نمیدونم، صرفا این چیزیه که وکیل مدافع ها گفتن و من هم به این نتیجه رسیدم که خب واقعا این یکی رو راست گفتن. وقتی که فردی میخواد به خودش صدمه بزنه نمیتونه اون قدری از خودش
تمایل نشون بده که بتونه به خودش صدمه 100% بزنه تا حتی به لبه مرگ هم برسه. و این ادعای دادستانی با این همین حرفی که وکیل مدافع گفتش که رد شد و گزارش پزشک و همچنین اون خانمی که گفتم اومده بود شهادت داده بودش که آره همچین اتفاقی افتاده، وکیل مدافع اون رد کردن و از دفترچه خاطرات مایلا به عنوان اون دفاعیشون استفاده کردن. گفتن که مایلا از وقتی که راه افتادن تا شب که گرفتن خوابیدن و بعدش هم مردن رو دونه دونه خط به خط با ساعت و تاریخ و اینا همه رو به وضوح توی دفترش ثبت کرده و اون وقت بیاد همچین اتفاق مهمی رو، اونم وقتی که بیدار بودن بچه‌ها، یعنی ساعت قبل از 12 شب بوده، رو ننویسه توی دفترچه خاطراتش و این واقعا دفاعی محکمی بودش و به خاطر همین این حرف دادستانی هم رد شد. و همچنین دادستانی وقتی که گفت آره کلید موتور هم مثلا یه جایی سر به نیست کرده و کفشش هم برده، وکیل مدافع ها این دفاعیه رو دادن که خب شاهدتون کو، یعنی یک نفر که بتونه شهادت بده که 100% این نیلز بوده که اون دوتا سویچ موتور و همچنین اون کفشاش رو بوده که سرنگون کرده و یک شاهد یا مدرکی بتون ارائه بدید. به خاطر همین این موضوع هم زیاد راه به جایی نبردش و همچنین صحنه سازی کردن و صدمه زدن به خودش. پزشکا گفتن که، یعنی پزشکایی که توی دادگاه احضار شده بودن گفتن که خب صدمه و جراحت‌های نیلز انقدر زیاد بوده که بعید به نظر برسه بتونه خودش به خودش صدمه بزنه، اون هم با فک شکسته و بره مثلا اینا رو قایم کنه بیاد به خودش صدمه بزنه تا مرز مرگ هم بره. و همچنین دادستانی این ادعا رو داشتش که چادر سر پا بوده، نیلز رفته کفشش رو سرنگون کرده برگشته و چادر رو اونجوری خراب کرده که البته پزشکایی که مثلا به صحنه جرم اعزام شده بودن و متخصصین صحنه جرم گفتن که نه، به خاطر درگیری بین قاتلین و این سه تا نوجوان بوده که این چادر فرو ریخته و نه به خاطری که بعد از قتل یه فشار خارجی اینو اینجوری کله پا کرده. و دادستانی برگشت گفتش که خب اوکی مشکل نیست، همه اینا رو رد کردید، لکه های خون روی کفش ایشونو چی میگید؟ و وکیلاش ازش دفاع کردن و گفتن که این ادعایی که مثلا میگی رفته کفش رو انداخته اونور و برگشته خیلی بعید به نظر میسه، چون طبق گزارش پزشکا اونم توی اون زمان مجروح بوده و همچنین به خاطر دلیل جراحاتی که داشته و همچنین خب اگر مثلا فکش هم شکسته باشه اونقدر درد داشته که نتونه یه همچین عملی رو انجام بده. ولی خب لکه خون روی کفش‌ها تنها جزئیاتی از صحنه جرم بودش که وکیلا نتونستن به صورت 100% اون رو ردش کنن و فقط تونستن اون رو انکارش بکنن. و همچنین گفتن که خب ممکن بوده موقعی که قاتل بهشون حمله کرده چون داخل چادر خوابیده بوده ممکن بوده کفشش از پاش درآورده باشه، یه جایی همینجور افتاده بوده باشه و به خاطر اینکه حالا نسبت به موقعیت اجسادی یه جوری بوده که خون اون سه نفر ریخته، خیلی بعید به نظر میرسه که نیلز این کار رو انجام داده باشه و احتمالاً بعد از اون قتل و مرگ اون سه نفر جابجا شده باشه و نیلز هم توی اون زمان بیهوش بوده و به خاطر همین هم تونستن این ادعا رو هم تقریبا رد بکنن. و همچنین در پاسخ به شهادت اون شاهدایی که اومده بودن پرنده ها رو تماشا کنن هم گفتن که نور صبحگاهی که نور کمیه نسبتاً ساعت 6 صبح از فاصله خیلی دوری اون شخص رو دیدید و همچنین ادعا هم رد کردن، گفتن که تو اون ساعت توی اون زمان توی اون فاصله احتمال این که بتونید 100% همچین شخصی رو ببینید و ادعا کنید که نیلز متهم شماست و کسی که شما شاهدش بودید احتمالش خیلی کمه و بازم این ادعا رو هم رد کردن. ولی دادستانی بازم تسلیم نشد و یک مدرک دیگه رو کرد، اونم این بوده که حدوداً 10 سال بعد از این حادثه نیلز رفته بوده یه جایی، حالا نمیدونیم توی بار بوده، مست بوده، هوشیار بوده، چی بوده، هر چی که بوده، کنار یه خانم شروع کرده به لاف زدن راجع به این قتل، یعنی اینکه من اونو مرتکب شدم و من همون قاتل خفنم که هنوز نتونستن منو گیر بندازن. و این خانم اومده بود و این ادعا و این حرف رو گفته بود، ولی وکلا گفتن که قضیه مال حدوداً اون سال میشه 33-4 سال پیشه و صرفا یه شاهده از این خانم هیچ شاهدی نداره که توی این زمان حرف رو شنیده باشه و هیچ کسی هم نبوده که تایید کنه این دوتا توی اون زمان داشتن با هم دیگه حرف می‌زدن و این حرف رو بینشون رد و بدل شده. شاید صرفا یک کسیه که داره از محبوبیت و معروفیت این پرونده سوء استفاده میکنه تا یه اسم و رسمی در کنه یا هر چیز دیگه. حرف این خانم هم رد شدش، مثل اون خانمی که گفتش اینا اومده بودن توی چادر من و وضعیت جو بینشون زیاد جالب نبوده.
و خب نیلز توی تاریخ مارچ سال 2004 دستگیر شده بود و بالاخره توی دادگاه توی 7 اکتبر سال 2005 دادگاه به نتیجه رسید که هیچ مدرکی ندارن که بتونن متهمش کنن و دیگه اون رو آزادش کردن که بره و توی 7 اکتبر سال 2005 دادگاهش تموم شد و رأی به بیگناهی نیلز دادن و همچنین نیلز، حالا نمیدونم قوانین دولت فنلاند و اینکه در تمام این سری پرونده ها و دادگاه ها که طرف آزاد شناخته میشه و بیگناه شناخته میشه غرامت میدن یا اینکه خود نیز رفته و شکایت کرده، هر چی که بوده از طرف دولت فنلاند به خاطر اینکه وقتش تلف شده توی دادگاه اومده و این تروما و آسیب به خاطرش اومده و تمام این دلایل غرامت 44,900 یورویی از دولت دریافت کرده که واقعا پول کمی هم نیست، مخصوصا توی اون زمان. حالا نمیدونم این صرفا کاری که دولت فنلاند برای همه پروندهاش انجام میده یا صرفا نیلز توی این پرونده استثنا بوده یا رفته شکایت کرده. هر چی که بوده غرامت خیلی زیادی هم دریافت کرده. و نکته دیگه هم که توی این روند دادگاه خیلی توجه دادستانی، قاضی و مردم رو جلب کرده بود این بودش که یه پلیسی که مسئول بازجویی کردن از نیلز بوده وقتی که دستگیرش کردن اومده بود توی دادگاه داشت شهادت میداد راجع به سری حرفایی که نیلز توی روند بازجویی زده و وقتی که پلیس میگه وقتی که داشتم بهش فشار میادم تا اعتراف کنه تو این قتل انجام دادی فلان 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 و اینا، نیلز برمیگرده میگه این کاریه که شده، اتفاقی که افتاده و من نهایتا به خاطر این قتل 15 سال میرم زندان. همینجوری ریلکس توی چشای پلیس نگاه کرده گفته نهایتا به خاطر این قتل 15 سال میرم زندان، کاری که شده، اتفاقی که افتاده. و این حقیقتا حرفی نیست که یک مرد بیگناه بخواد بزنه و اینجوریم که و طرف به بیگناهی خودش اگر اطمینان داشته باشه هیچ وقت نمیاد همچین حرفی رو بزنه که بگه نهایتا 15 سال میرم زندان. اصلا تو چرا باید آمارش که مثلا چه حکمی بهت میدن دستت باشه؟ اصلا چرا باید 15 سال انقدر کم باشه؟ قتل 3 نفر نوجوان وسطه ها اصلا به آسیبی که خانواده هاشون و تمام اون جوونی، شور، اشتیاق و تمام اون آرزوهای از دست رفته در نظر گرفتی که داری همجور فتوا میدی 15 سال که حالا مشخصا نیست بیگناهه یا گناهکاره، هنوز هم که هنوزه. اگر گناهکاره پس باید به این نتیجه رسید که سیستم عدالتی و قانونی فنلاند واقعا در زمینه این یکی پرونده شاهکار کرده و کاملا نشون دهنده ضعف سیستمی خود فنلانده و اگر هم که بیگناه بوده و واقعا یک قربانی بوده و تنها بازمانده همچین پرونده‌ای بوده که دیگه حرفی ندارم، دیگه نمیدونم چی باید بزنم. ولی از نظر خود شخص من و همچنین آدمای خیلی زیادی که توی جریان این پرونده قرار گرفتن و توی فضای مجازی و غیره، این تئوری که نیلز واقعا قاتل باشه با عقل جور در میاد. بجز اون تیکه که انقدر شدید به خودش آسیب زده که داشته به لب دیگه داشته به مرگ میرسیده واقعا. و همچنین چیزی ناراحت کننده که توی این پرونده توجه مردم رو جلب کرده بود این بود که دادستانی به هر شیوهی که تونست داشت نشون میداد که نیلز گناهکاره و یکی از اون شیوه هاش که اصلا هم شیوه جالبی نبود این بود که نشون بده جراحت های نیلز اونقدر هم شدید نبوده که حالش خیلی بد بشه، در صورتی که همونطور که مثلا توصیف کردم وضع نیز خیلی وخیم بوده و لبه مرگ بوده و مثلا وقتی که دادستان برگشته بوده توی جریان این پرونده توی دادگاه گفته آره وضعیت نیز اونقدر هم وخیم نبوده که همچین اتفاقی بیفته، واقعا میتونم قیافه افرادی که توی اون لحظه بالا سر نیلز بودن و داشتن سعی میکردن این چیزی که حالا داشته از دهن و دماغش همینجوری میرفته پاک کنه اصلا قیافش اینجوری بوده که ببخشید سرورم شما چی گفتید. و اصلا من نمیگم که این فرد بیگناهه یا گناهکاره، اصلا راجع به این حرفی نمیزنم، صرفا دارم میگم این حرف دادستانی که سعی کرده بود جراحت‌های جدی نیلز رو خیلی پیش پا افتاده و کم و مسخره جلوه بده واقعا حرکت احمقانه‌ای بود. و خب این پرونده هنوز هم که هنوز بعد از حدود 65 سال هنوز هم حل نشده و احتمالاً هم هیچ وقت قرار نیست که حل بشه اگر بخوام باهاتون صادق باشم، به خاطر اینکه صحنه جرم از همون اولش که کلا به فنا رفت اون تموم خیلی از اطلاعات و شواهد و دی ان ای که میتونستن به دست بیارن رو توی همین گشت و گذارهای مردم عادی و معمولی و غیر پلیس سر صحنه از دست دادن فرصتش رو و 65 سال ازش گذشته 2 نفر از
محتمل ترین مظنون های این پرونده یعنی کارل و هانس مردن و دیگه نمیشه ازشون اعتراف گرفت، حتی اگر مثلا بتونیم گناهشون هم یه جوری ثابت بشه توسط دادستانی و شاید هیچ وقت نتونه حل بشه. ولی اگر معجزه اتفاق بیفته و به شیوه غیر قابل باوری این پرونده حل بشه، حتما اطلاعات تکمیلیش رو توی این چنل آپدیت میکنم راجبش. ولی خب بیاید زیاد منتظرش نباشیم اگه بخوام باتون صادق باشم. و خب این پرونده هم مثل تمام پرونده های جنایی دیگه به پایان خودش رسید و عکس ایشون احتمالاً بیاد اینجا. و خب دلیلی که فقط عکس نیلز گوستافسن رو زدم به دیوار، اولا این که خب تنها بازمانده این پرونده است و اگر هم روزگاری ثابت بشه که قاتل بوده، خب عکس قاتل رو زدیم به دیوار، موردی نداره. و خب این پرونده در کمال ناراحتی با یک پایان باز تموم شدش. و اینکه خب اگر بخوام یه ذره باهاتون چیت چت داشته باشم و یه ذره حرف خودمونی تر بزنیم، باید بگم که من حدود 2 هفته پیش برای اولین بار توی عمرم رفتم به یه تور طبیعتگردی، از اینا که مثلا میرن یه سری جاها که مثلا طبیعتگردا میرن و شبو در دامان طبیعت صبح میکنن داخل چادر اینا. و اولین تجربه عمرم بود، بهترین تجربه عمرم بود و واقعا دلم میخواد یه بار دیگه انجام بدم. خیلی تجربه خوب، لذت بخش، عالی، اصلا اینجوری بود. ولی احتمالاً بعد از اینکه خانواده عزیز مخصوصا مادرم در جریان این پرونده قرار بگیرن، اون کمپی که رفتن قراره که اولی و آخرین کمپم باشه. اصلا به مامانم میگم آره مثلا میخوام برم فلان جا و اینا، مامانم اینجوری که چه شجاع. احتمالش خیلی زیاده بعد از شنیدن جریان این پرونده دیگه اجازه نده. اگر دارین ویدیو رو میبینی لطفا اجازه بده، مال 65 سال پیشه. و مورد دوم این که توی کامنت های پست قبلی خیلی گفتید که اینجوری میکنم، حرکات دست دارم، میدونم آره خیلی زیاده، ولی از اون تایپ از آدمایی هستم که اینو ازم بگیرید دیگه نمیتونم حرف بزنم، لال میشم. اگه توی جریان پرونده دیدید که حرکات دستمو زیاد ندیدید، بخاطر اینکه اینجوری داشتم حرکات دست میکردم، اینجوری بودم و زیاد اینجوری نبودم. و میدونم بعضی وقتا خیلی رو مخه، ولی واقعا نمیتونم، با دستام دارم سعی میکنم خیلی چیزا رو حالی کنم. و اینکه خب خدا شکرت بالاخره هم از آمریکا و هم از ایران گذر کردیم و اومدیم به سومین مقصدی که داشتیم. و خیلی جالبه که از تمام ایالت‌های آمریکا یه پرونده روایت کردیم و هم از ایران هم یه پرونده روایت کردیم و الان رسیدیم فنلاند. یعنی احساس میکنم که میتونیم یک ژانر ترو کرایم رو بندازیم در زمینه دور دنیا در 80 پرونده. یعنی هر پرونده از این به بعد توی یک کشور یا توی یک قاره متفاوت روایت بشه. و ایده خیلی جالبیه که پرونده از کشورهای مختلف یا از قاره‌های مختلف میشناسید، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید. خوشحال میشم که بخونم و اگر شرایطش بود و خب میدونی پرونده‌ای بودش که اوکی بود و قابل کاور شدن بود و براتون کاور کنم، که دوست دارم این کار انجام بدم. و اینکه توی قسمت کامنت ها حتما برام بنویسید که به نظرتون از بین این 4 تا مظنونی که براتون ردیف کردم و براتون گفتم، به نظرتون کدوم یکیشون محتمل ترین مظنونمون بود؟ کارل، هانس، پنتی که البته پنتی زیادم نه، و همچنین نیلز. یعنی از بین این 3 تا مظنون احتمالی کدومی که از همه احتمالش از نظر شما بیشتره؟ یا اصلا یک فرد دیگه‌ای بوده که توی این پرونده ذکر نشده و انقدر خوب تونسته خودش رو رد پاش رو کاور بکنه که البته گیجه پلیس فنلاند رو هم این وسط نباید دست داد. و فردی که مظنون بوده اون بیرون آزاده و احتمالاً اسمش حتی نزدیک این پرونده ذکر هم نشده. مثلا نمیدونم یک اکس خشمگین نسبت به مایلا یا اتفاق فراتبیعی که مردم اون منطقه هم خیلی راجبش حرف می‌زدن، میگفتن آره روح بوده، جن بوده، ارواح بودن، یه موجود افسانه‌ای بوده یا هر چی بوده، حالا نمیدونیم. و یا فردی هم بوده طبق گفته و تئوری افراد دیگه که یکی از این بچه‌ها پا رو دمش گذاشته، احتمالاً مایلا، جدا از اون تئوری اکس خشمگینی که داشته مایلا و مشخص نیستش. تئوری خودتون چیه راجع به این پرونده؟ خوشحال میشم که برام توی کامنت ها نظر خودتون رو راجع به قاتل احتمالی بنویسید. و همچنین یکی هم توی کامنت ها توی پست قبلترش گفت که خب شمع روشن میکنی و ایده جالبیه، چرا یه جایی نمیذاری که مثلا توی روند پرونده در حال سوختن باشه و ما بتونیم ببینیمش؟ که باید بگم حقیقتاً
در جریان این روشن کردن های شمع پشت صحنه که شما ندیدید من چند بار انگشتام رو سوزوندم و اینکه ترسیدم دیگه کیون نکنه مثلا دستم توی این جریان حرف زدن بهش بخوره، بیفته، جاش مثلا درستابی نباشه و یهو بریزه، حالا یا منو بسوزونه یا اتاقمو بسوزونه و به خاطر همین یک جای امنی میذارم که روشن باشه و شرایطش رو ندارم که بتونم به صورت مستقیم توی قاب دوربین بذارم، ولی حتما اینو لحاظ میکنم. ولی خب از اونجایی که از بازی کردم با آتیش یه ذره میترسم، سعی میکنم به شیوه امن و مطمئن این کار رو انجام بدم. تا اون موقع دیگه این شمع رو یه جا خارج از کادر دوربین در نظر بگیرید و حتی براش قاب جدید هم در نظر گرفتم. اینه جاشم یه جدیدمون و حالا که دستم گرفتمش بعد بگم که دیگه مورد دیگه ای نیست که راجع این پرونده بهتون بگم. این پروندهم تموم شد و اون چیت چت کوچولی هم که با هم دیگه داشتیم تموم شد. نظرتون چه راجع به پرونده، چه راجع به خودم، چه راجع به چیزهای دیگه بنویسید توی کامنت ها، حتما همشون رو میخونم. حالا یا همونجا توی کامنت ها جوابتون رو میدم یا توی ویدیوها میام و راجعش حرف میزنم. و اینکه تا ویدیو بعدی، خدافظ.